سلام عرض میکنم به تمام مخاطبان و کسایی که کارهای منو دنبال میکنن. برای اونایی هم که منو نمیشناسن عرض میکنم که من علیرضا ساچمه هستم. علیرضا ملقب به ساچمه. خدمتتون عرض کنم که این مدتی غایب بودم تو فیسبوک و این به خاطر شرایط جدیدیه که واسم پیش اومده و داشتم خودمو تطبیق میدادم با این شرایط. اینجایی که شما میبینید یکی از لوکیشن های کلیپ مشکلات هست که داریم برای شما تهیه میکنیم و امیدوارم که مورد رضایتتون قرار بگیره. کارگردانی این کار رو به همراهی دوست خوبم آرش داریم انجام میدیم، 2 نفری، و به زودی آماده پخش خواهد بود. مطلب دیگه ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اینه که آلبومی رو داریم برای شما تهیه و تدارک میبینیم به نام گلوله که شامل 27 ترکه که ترجمه خارجیش البته باکشاته که متعلق به یه گلوله شاتگانه که 27 تا ساچمه 2.5 میلیمتری داخلش قرار داره و به همین خاطر ما 27 تا ترک رو برای شما داریم تهیه تدارک میبینیم که سینگل ترک هایی رو از این آلبوم خواهید شنید به زودی که شامل سیستم، بیگانه و میگه بیا خواهد بود. امیدوارم که رضایت شما رو این تاثیر مغزی حتما جلب کنه. برای شما آرزوی خوشحالی و موفقیت دارم و قول میدم که با دست پر برگردیم. این آلبوم و این کلیپ از لیبل بومزن به زودی پخش خواهد شد. مخلص، ساچمه.